به نظر شما یه لیدر اصیل و حقیقی چه نیتی میتونه داشته باشه؟ لیدر اصیل و حقیقی تلاش میکنه که آدمای اطرافش خودشون توانمند باشن، خودشون قدرتمند باشن و یک رهبر و یک لیدر حرفه‌ای در زمینه شغلی خودشون بشن. یک لیدر کاذب و رویافروش نیت اصلی اونه که تو رو وابسته خودش بکنه برای رشد و ترقی خودش و همیشه سعی داره که دور و بر خودش رو بکنه از آدمایی که براش پایه‌ای کنن. تا این موضوع فکر کردی آدمایی که موفق میشن، آدمایی که رشد میکنن و رهبرهای معتبر میشن پیش چه کسایی، چه اساتیدی درس خوندن، آموزش دیدن و این کلاساشون نشستن؟ کسایی که موفق میشن، کسایی که رشد میکنن و معتبر میشن، حرفشون اصیله، پیش رهبرها و لیدرهای اصیل و معتبری درس خوندن، آموزش دیدن. کسایی که رویا فروشی میکنن و لیدرهای کاذبی هستن هیچ وقت نمیتونن به موفقیت اصلی برسن و مخاطب اصلی خودشون رو جذب کنن. اگر هم مخاطبی جذب میکنن مدت کوتاهیه. هممون میدونیم که موفقیت کسب کردن یک موضوع پیچیده‌ایه. هممون نمیتونیم یک رهبر موفق و یک رهبر اصیل رو جا افتاده باشیم. موفقیت هم اصلا این معنی رو نمیده که پول و ثروت به دست بیاریم. پس به آدما رویا نفروشیم. برای اینکه بتونیم اونا رو جذب خودمون بکنیم، برای اینکه بتونیم یک رهبر و یک لیدر اصیل باشیم، بهتره که بهشون کمک بکنیم خودشون رو بشناسن، قدرت و پتانسیل و توانایی خودشون رو بشناسن.